رئیس جمهوری آمریکا دونالد ترامپ گفت صرف نظر از خبرها درباره ملاقات دامادش با سفیر روسیه در آمریکا قبل از آغاز فعالیت رسمی پرزیدنت با جارید کوشنر که همزمان همچون مشاوری او ایفای وظیفه می‌کند باوری کامل دارد. در اظهارات که نشریه نیویورک تایمز روز 28 می از آن اقتباس آورد، ترامپ گفته است که کوشنر برای کشور ما کارهای بزرگ را انجام می‌دهد. او گفته است برنامه‌هایی که کوشنر به تطبیق آنها مشغول است میلیاردها دلار صرفه می‌کنند. ترامپ در پیغام توییتریش بار دیگر وسایط اخباری عامه را به نشر داستان‌های دروغین و تراویش خبرهای محرمانه از کاخ سفید متهم کرد. جنجال ملاقات کوشنر با سفیر روسیه در واشنگتن سرگئی کیسلیاک که ماه دکبر جریان گرفت اوایل هفته گذشته سر زد. به نوشته واشنگتن پست، داماد رئیس جمهور با کیسلیاک تأسیس راه‌های پنهانی رابطه در بین تیم دوره گزارش ترامپ با کرملین را بررسی کرد. مشاور امنیتی قصر سفید هربرت مکمستر میگوید تنظیم وسیله‌های محرمانه مخابرات در بین کشورها عملی مقرری است. ما با چندین کشور دنیا کانال مخابرات را اندازی کرده ایم و من هیچ تشویش ندارم. اما در صحبت با تلویزیون استرالیا، سناتور جمهوری‌خواه جان مکین گفت که از این اقدام عصبانی است. من بعضا عصبانی می شوم. با عقیده من پرزیدنت به گروه امنیتیش اعتمادی قوی دارد. با فکرم در اکثر حالتها او به مشورت آنها گوش می دهد. اگر پرسید که دائما من از این عملها عصبانی می شوم، نه. نگران هستم؟ بله. دموکرات ها در کنگره طلب دارند که کوشنر در حضور کمیته های سنا و پالاتای نمایندگان گزارش دهد که رابطه احتمالی معرکه ترامپ را با روسیه بازجویی می کنند. داماد پرزیدنت جارید کوشنر هم برای ملاقات با کیسلیاک و هم برای موضوعی که قبل از شروع فعالیت رسمی ترامپ به حیث پرزیدنت با سفیر روسیه بحث کرده است مورد تنقید است. اما جان کلی رهبری وزارت بی‌خطری داخلی آمریکا گفته است که همه گونه کانالی علاوه‌ای برای رابطه با روسیه ایده خوب است.